اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیست و شما برنامه اخبار در پخش مستقیم تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم در خدمتتان. نخست سرخط موضوع برنامه امروز 23 سپتامبر میگویم. наздикони Ёқуб Салимов ҷои доштани ҳамла ба манзили собиқ вазири корҳои дохилиро рад мекунанд. кумаке аҳди коронавирус барои хонаводаҳои камбизоат дар Тоҷикистон. баъзеҳо гирифтанд, баъзеҳо мунтазир. چند بار رفتم همین 3 ماه چند بار رفتم گفتن که این روز میشه پگاه میشه بار رفتم گفتن که خیلی بینیم اگر گذشته باشی. و انتخابات در شرایط پاندемия در نقطه‌های رایدهی توجیکستان آمادگی به قبول آوازدهنده‌ها جریان دارد. اول دستای آنها رو ما انتیسپتیک وای کردیم و участки انتخاباتی وارد می‌گردیم. شب دیروز از маҳбаси доғистон در روسیه 6 زندانی فرار کرده است. یکی از آنها شهروند 30 ساله تاجیکستان بوده است. سرایست اجرای جزای جنایی در دوغستان امروز با نشر یک اظهارات گفت محبوسان طریق نقب دست ساخت از مؤسسه اصلاحی در دهات شمخال گریختند. رسانه‌های محلی عکس و معلوماتنامه محبوسان فراری را نشر نمودند. در میان آنها اسم شامل بویماتوف زاده نوحیه یاوان هم هست. بویماتوف سال 2016 بازداشت شده برای غیرقانونی به دست آوردن و نگهداری مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شده است. عین زمان مقامات روسیه عملیات جستجوی زندانیان فراری را شروع کردند. طبق آمار آخرین در زندان‌های روسیه بیش از 7000 شهروندان تاجیکستان ادای جزا می‌کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان خبر حمله به منزل یعقوب سلیمов سابق وزیر کارهای داخلی در شهر دوشنبه را رد میکنند. خبر حمله در 3 هفته پیش رو که دیروز سامانه اخبار نشر کرد در حال واکنش پسر یعقوب سلیمov را در شبکه فیسبوک به بار آورد. با این بحث اوانگارد یکی از سازمان‌های طرفداری حکومت تاجیکستان نیز همراه شده با لحن شدید واقعیت نداشتن این خبر را انکار کرد. میرزا نبی خالقزاد از پی آموزش این موضوع بود و حالا امکان داریم تفصیلات را از او بشنویم. درود بر شما. اصل بحث از کجا سرچشمه میگیرد و نزدیکان یعقوب سلیمov و مقامات امور داخلی در این باره به شما چی گفتند؟ تشکر شهلا. دیروز سامانه اخبار از قبل خویشاوندان یعقوب سلیمov نوشت که ساعت 3 شب 18 اوگوست یک گروه آدمان ناشناس که در تن لباس سیاه و در رو نقاب سیاه داشتند با 2 میکرواتوبوس رنگش و شیشه های سیاه بی رقم وارد خانه یعقوب سلیمov شده شیشه های ماشین رنج راور او را حتی شکستند. یعقوب سلیمov بلافاصله به وزارت کارهای داخلی خبر داده است و تا بیرون برآمده است که حملگران فرار کردند. هنگام فرار آنها با یک لحن پر از دشنام به طرف یعقوب سلیمov فریاد کشیدند که خائن وطن تو حالا باز نقشه تبدلات داری؟ به گفته همصحبت اخبارکام با گذشت بیش از 1 ماه مقامات تا حال نتوانستند حملگران به منزل وزیر سابق کارهای داخلی را معین و دستگیر کنند. ولی تلاش های ما از اینجا و همکارانمون در دوشنبه تا کنون نشان داد که هم مقامات امور داخلی و هم پیوندان یعقوب سلیمov واقعیت داشتن این خبر را رد میکنند. خب به هر حال تا کنون مقامات به طور رسمی به خبر حمله واکنش نشان ندادند. طور معلوم یعقوب سلیمov از محبس در سال 2016 رها شد. آیا تا این دم به او همچنین حالتی رخ داده بود؟ ببینید به این شکلی که حمله یا کدام سوء قصد رخ نداده است، ولی یعقوب سلیمov بعد رهایی‌اش از محبس برای کتابخانه زندان رقم اول دوشنبه حدود 300 دانه کتاب‌های بدیهی تاریخی می‌خواست تقدیم کند. اما مقامات ریاست زندان‌ها کتاب‌های او را بلافاصله پس گرداندند و قبول نکردند. دیگر طی این چند سال تا جای خود یعقوب سلیمov در صحبت به رادیو آزادی و به دیگر رسانه‌ها گفت با طبابت پایهایش و چشمانش مشغول بود. و طبق آخرین خبر وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان بعد 2 سال رهایی از زندان صاحب دوگانه یک پسر و یک دختر شد و به زندگی آرامش ادامه می‌دهد. یعقوب سلیمov در شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه خودش را باز کرده بود ولی با سبب‌های برای ما نامعلوم تا کنون ظاهر نمی‌شود. یادآور می‌شوم که سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان یعقوب سلیمov را با جرم‌های سنگین چون خیانت به وطن، کوشش غصب حکومت، راهزنی و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرده بود. یعقوب را از اردن و مکافات‌های دولتی هم و همچنین از عنوان گنرال نیز محروم کرده بودند.
سپاس برای صحبت مفصل با شما. و دوستان عزیز، اگر تا آخر برنامه خبری ما را همراهی کنید خواهید دید که تقسیم کمک پولی وعدگی به عائله های камбизоат در تاجیکستان چگونه عملی می شود. از آمادگی های قطعه های رایدهی به انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی برایتان گزارش پیشنهاد میکنیم و به آنهایی که دیر باز آرزوی آموزش زبان انگلیسی را داشتند یک جوان تاجیک راه آسان و جالب را نشان میدهد. اما قبل از تقدیم این مطالب یک آگهی داریم، با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در آغاز ماه می مقامات تاجیکستان اعلام کردند که به ساکنان نیازمند کشور کمک پولی یک دفعه نداده می شود. ماه ایون قرار در این باره را پرزیدنت امام علیه الرحمن امضا کرد. این تصمیم حکومت در پی بد شدن وضع اقتصادی در دوره پاندمی گرفته شد. کمک پولی باید در حجم 500 سومانی به دست هزارها عائله камбизоат می رسید. حالا بعضی صحبت ها درباره نابرابری در تقسیم این مبلغ ها به گوش می رسد. این موضوع را همکاران ما پیگیری نمودند. صباحت عارفova 3 سال پیش شوهرش را از دست داد و به تنهایی فرزندانش را به وایه می رساند. پسری کلانی او در صنف ششم می خواند و دختری خرده‌اش 9 ساله شد. صباحت فراش است و ماه تقریباً $40 معاش می گیرد. علاوه به این به او برای تربیت کودکان $20 دیگر و برای камбизоатیش $5 می دهند. صباحت می گوید وقتی آگاه شد که در دوره کرونا ویروس نو به افراد камбизоат کمک می کنند، زود به مسئولین محلی زیست خود مراجعت کرد تا نامش را بروی خط وارد کنند. اکنون او هر بار با امید پشت در اداره های مسئول می رود ولی بی نتیجه. رفتم گفتن که این ایروز بیایم پگاه بیایم. رفتم چند بار رفتم، همین 3 ماه چند بار رفتم، گفتن که این ایروز میشه پگاه میشه. بار رفتم گفتن که خیلی بینیم اگر گذشته باشی. کمک پولی به عائله های камбизоат در تاجیکستان طبق یک طرح بانک جهانی پیشنهاد شده است. در نوبت اول این مبلغ ها باید به عائله های دارای کودکان خردسال و камбизоат داده میشد. مقامات تاکید میکنند که این کمک پولی نه به همه خانواده های камбизоат داده می شود. با گذشت 4 ماه از زمان اعلان کمک پولی برای نیازمندان، تنها 17,000 خانواده یعنی از 3/1 ساکنان توانستند که این مبلغ را دریافت کنند. حالا معلوم نیست که به 33,000 خانواده دیگر نیازمند کی این کمک پولی دسترس می شود. مقامات میگویند فهرست دوم کمک گیرنده ها آماده می شود و باید تا آخر ماه سپتامبر این مبلغ به آنها داده شود. معنا داره камбизоат معنای نفقه برای نیست. камбизоат 1 سال از روز مراجعه تا مراجعه دیگه 1 سال میگذره، بعدا باز از نه حجت جمع میکنه. камбизоат این نه نفقه است و نه یگان کمک پولی. وقتی که ویا حجت رو پیشنهاد میکنن، آیا اعضای عائله را همه حجتاش پیشنهاد کردن یا نه هم شهادتنامه کودک یعنی. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خش و تباربازی هنگام ارائه کمک‌های بین المللی تنقید کردند. اما وزیر مالیه تاجیکستان در یک صحبتش گفت که شفافیت خرج مبلغ‌ها را تأمین می‌کنند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده камбизоат به شمار می‌روند. ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه، احتمال می‌رود شماره چنین خانواده ها بیشتر شده باشد. برنامه خبری رو ادامه می‌دهیم. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان 18 روز دیگر باقی مانده است. در نقطه‌های رایدهی آمادگی به قبول آوازدهنده‌ها جریان دارد. مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات گفتند به این معرکه سیاسی در سراسر کشور 68 حوزه و بیش از 3000 قطعه آوازدهی راه‌اندازی شده است. رقابت برای کرسی پرزیدنتی میان 5 نامزد صورت می‌گیرد. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله از آمادگی قطعه‌های رایدهی دیدن کردند. این یکی از قطعه‌های آوازدهی در ناحیه شاه منصوری پایتخت است. مسئولین به انتخابات پرزیدنتی در اکثر حوزه و اوچاسکه‌های رایدهی با نگاه داشته قاعده‌های بهداشتی آمادگی می‌گیرند تا صحت ساکنان حفظ شود. تمام واریز شونده ها پیش از همه با تمام
واسطه‌های محافظتی و واسطه‌های و محلول‌های آنتیسپتیکی اول دستای آنها رو ما آنتیسپتیک وای کرده و участки انتخاباتی وارد می‌گردند. 11 октябр дар Тоҷикистон интихоботи президентӣ барои аввалин бор дар шароити пандемияи COVID-19 баргузор мешавад. комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ мегӯяд маъракаи интихоботӣ дар аҳди коронавирус дар кишварҳои дигар таҷриба шудааст ва Тоҷикистон низ ин корро бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ анҷом дода метавонад. масъулини қитъаҳои райдиҳӣ мегӯянд ҳар сокине ки вориди участкаҳои интихоботӣ мешавад бояд дар баробари доштани шиноснома ё ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ҳатман ниқоби тиббӣ дошта бошад ва фосилаи иҷтимоиро риоя кунад. ки ҳангоми даъватнома хабарномаҳоро тақсим намудан ба ҳар як хонавода огоҳ намоем то бо ниқоб ба манзили интихоботӣ ташриф биёранд ва пеш аз ҳама саломатии ҳар як шахс дар дасти худи уст. дар Тоҷикистон ҳудуди 5 миллион нафар ҳаққи овоздиҳӣ доранд. таҳлилгарон мегӯянд дар сурати ширкати нисфе аз онҳо дар интихобот хатари васеъ паҳн шудани беморӣ вуҷуд дорад. мутахассисони созмони ҷаҳонии беҳдошт машварат доданд ки назорати қоидаҳои беҳдоштӣ дар ин маъракаи серодам ҷиддӣ гирифта шавад. ин ниҳоди байналмилалӣ аз ҷумла гуфтааст интихобот ки маъракаи серодам аст метавонад сабаби паҳншавии фавқулодаи беморӣ гардад. барои ҳамин тамоми ниҳодҳо аз ҷумла вазорати тандурустӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва худи сокинон бояд эҳтиёткор бошанд. то имрӯз дар Тоҷикистон наздик ба 10 000 нафар ба COVID-19 гирифтор шуда ба гуфтаи мақомот аз ин беморӣ 73 нафар фавтиданд. ҳарчанд дар кишвар карантин ҷорӣ нагардид, вале мақомот барои коҳиши гирифторони COVID-19 муҷозот таъин кард. то ҳол барои надоштани ниқоб беш аз 2500 нафар ҷарима шуданд. осон ва ройгон таҳти ин шуор як ҷавони англисидони тоҷик талош дорад бо шеваи ҷолиб забони хориҷиро ба ҳамсолонаш таълим бидиҳад. бо ин ҳадаф ӯ дар шабакаи иҷтимоии Instagram саҳифаи худро боз ва ҳазорҳо шогирдони маҷозиро пайдо кардааст. қаҳрамони гузориши мо бовар дорад забондонӣ ва рушди зеҳнӣ имкониятҳои фаровон медиҳад ва дунёро ба рӯи насли ҷавон мекушояд. تیچر بن در اینستاگرام او خود را چنین معرفی میکند و به خواهشمندان با یک شیوه عجیب درس انگلیسی میدهد. درس های او رایگان و آسانند. هر درس به جوانان یک عباره سر استفاده انگلیسی را یاد میدهد. wrong نمیخونی. واپشه به دبلیو گفتی گپا. wrong. در اینستاگرام من شوخی کرده و گفتی گپا حالتهای جزئی که میفهمونم انگلیسی رو و برای آیتور من این متد خیلی شاوخوار میباشد. بلاگ بهروز نورباев جوان انگلیسیدان تاجیک را در اینستاگرام 36,000 نفر پیگیری میکنند. بهروز میگوید میخواهد جوانان زبان آموزند و برای مردکاری به روسیه نروند. سعدی هم یکی از شاگردان بهروز است. توسط صحبت‌های ویدیویی با بهروز او زبان انگلیسی خود را بهتر نموده کاری سردرآمد پیدا کرد. حاضر من آنلاین درس می‌دهم با خردسالان در خیتای. فکر میکنم که این خیلی هم پیشروی است برای که در زندگی مستقلیت داشتن این یکی از چیزهای بهترین میباشد. بهروز میگوید هر روز صدها نفر با او سوال و پیام میفرستند و او هم کوشش میکند برای هر یک نفر وقت جدا کرده به سوالها پاسخ بگوید. در یک روز خطا نکنم 200-300 کس من با در دایرکت مینویسند و من توازمارش ها و جواب میدم. بهروز نورباев در شهر ننچنگ چین زندگی و فعالیت دارد. او آنجا با کودکان و جوانان درس انگلیسی میدهد. نقشه دارد به تاجیکستان برگردد و یک مرکز زبان آموزی خود را تأسیس دهد. مرکزی که نرخش برای همه دسترس و شیوه آموزش هم در آن جالب و فرق کننده باشد. دوستان عزیز فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و نوارهای روز رو چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی همه شما رو با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.